هند روز چهارشنبه به پاکستان و ولایت کشمیر تحت نظارت این کشور حمله کرد. این یکی از مرگبارترین درگیری‌ها بین دو همسایه‌های مسلح با بمب اتمی در 12 ساله اخیر است. صبح امروز درباره درگیری‌ها در مرز با کشمیر گزارش شد. مقامات هر دو جانب درباره تلفات خبر دادند. تنش بین دو همسایه پس از حمله ماه گذشته به سیاحان در کشمیر و مرگ 26 سیاح هندو بالا گرفت. هند جنگجویان پاکستانی را مسئول خونریزی دانست. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد می کند. حکومت هند روز چهارشنبه گفت به 9 منطقه پاکستان که آن را زیر بنیادهای تروریستی برای طرح‌ریزی و حمله به هند استفاده می‌کردند ضربه زد. ارتش قرارگاه‌های گروه‌های افراطی جیش محمد و لشکر طیبه را هدف قرار داده است. پاکستان میگوید 5 هواپیمای جنگی هند را نابود کرد. هند این خبر را تصدیق نکرده است. ساکنان در مظفرآباد واقع در کشمیر تحت نظارت پاکستان از صدای تیرباران بیدار شدند. درگیری ناگهان سر شد. به نظرم به اینجا با 10 یا 15 موشک زدند. ما یک مسجد کلانی داشتیم که در آن پیرانسالان و کودکان و دانشجویان نماز و درس می‌خواندند. آن را در پیش چشم ما ویران کردند. شبانه تمام محله را ترس و وهم فرا گرفت. همه مردم از اینجا و آنجا می‌گریختند. ما این حمله بزدلانه هندوستان را قطعاً محکوم می‌کنیم. هندوهای ساکن نزدیک به مرز پاکستان از این حمله ها جانبداری می کنند. وزارت امور خارجه پاکستان اقدام هند را عملی بی اساس و جنگ روی راست نامید. در بیانیه وزارت گفته می شود که هواپیماهای هند با تیراندازی هدفمندانه غیر نظامیان قلمرو پاکستان را نقض کردند. رادارها نشان دادند که در ساعت‌های اول روز چهارشنبه هواپیماها هنگام وارد و خارج شدن از هندوستان حریم هوایی پاکستان را عبور نمی‌کردند. تا کنون ضربه‌های هدفمندانه میان هندوستان و پاکستان خیلی کم اتفاق افتاده بود.